این نگاه تو تغییر میده. بمون. فیلمک حسین آزادی. Ma lo sai bene, Pepe, che tutto sarà nostro un giorno. Perché non andate ad aspettarmi nella mia casetta? Aspetterei un morto. Pietro Vai, Claire Trevor, non trascorrere momenti indimenticabili. یادت هست اولین باری که رفتی سینما؟ اون لحظه که سالن تاریک شد، نور افتاد روی پرده و صدای فیلم پیچید توی فضا. یه حس غریب بود، نه؟ یه چیزی بین حیرت و رویا. انگار دنیا برای چند دقیقه فقط از نور ساخته شده بود و تو غرق بودی. اون لحظه تو فقط تماشا نمی کردی، داشتی جهان رو حس می کردی. شاید اونجا بود که یه چیزی توی دلت بیدار شد، یه جرقه. سالها گذشته ولی اون جرقه هنوز در تو زنده است. گاهی آرومه مثل شعله‌ای زیر خاکستر، گاهی هم پرنور و پرشوره وقتی که فیلم خاصی میبینی و دوباره دلت میلرزه. Tonino. Tonino! Mamma! Mamma. Mamma! Mamma. و حالا یه سوال از دل اون تاریکی قدیمی برمیگرده. تو فقط تماشا میکنی یا جهان رو میسازی؟ سینما همیشه 2 تا جاده داره. یکی راه تماشاگرا یا همون فیلم بازا، یکی هم راه خلاق‌ها و خالق‌ها یا همون فیلم سازا. اما هر کدوم به روش خودشون با نور و تصویر صفا میکنن و زندگی میکنن. ویدیوی کامل در یوتیوب. فیلمک حسین آزادی.